انسانی سالم نوابسته از سین و سال هر روز تا نصف روزی باید تا 1 لیتر آب نوشد. این نکته را اکادمیک رئیس اتفاق نویسندگان بین المللی و طبیبان ملا ظهور طاهری هنگام ملاقات با کارمندان کتابخانه تاشخوجه اسیری شهر خوجند ابراز نمود و تاکید کرد که یکی از عامل‌های سلامتی انسان این رعایت تکنولوژی آب میباشد. اکثر بیماری‌های گوناگون هم با نوشیدن آب برطرف کرده میشود. ملا ظهور طاهری میگوید بیشتری آدمان از بیماری نه بلکه از نادانی وفات میکنند. هر یک مردم همین تکنولوژی نوشیدنی که آب که یاد گرفت عموما ممکن بیمار نشد. مثلا بعضی شخصیت ها سنگ گرده میشن جراحی میکنن با پیدا میشد. اگر برنامه ما باید از مکتب آغاز شود، بچه مکتب که وقتی که مکتب میرود دوام 5-6 ساعت باید حتما تا نیم لیتر آب نوشد. آب اگر ما مقایسه کنیم با ماشین این بنزین هست. اگر در ماشین بنزین نباشد ماشین راه نمیگیرد. در آدم آب کم شود خواب نالود میشد، درد پیدا میشد، بیماری های زیاد پیدا میشد. ملاقات طاهری با کارمندان کتابخانه تاشخوجه اسیری در دایره برنامه صحتی و سالمگردانی برای سالهای 2021-2024 عملی کرده شد. ملا ظهور طاهری میگوید در دایره برنامه مذکور گذراندن سمینارهای آموزشی با ساکنان در همه شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده است. هدف به اهالی فهمانیدن راه‌های آسان طبابت و برطرف کردن بیماری‌های گوناگون محسوب می‌شود. اکادمیک طاهری بهره سالمگردانی جامعه بیش از 40 کتاب‌های طبی را به نشر رسانیده است که در آن نیز راه‌های طبابتی آسان برای ساکنان گرد آورده شده است. اصول سالمگردانی با متدهای دکتر طاهری در آنجا استفاده گیاهای شفابخش است. استفاده کردن آب میوه ها مثلا سوک سبزی، لبلبو، کدو مثلا از روی برنامه من هر 3 ماه باید 15 روز آدم ها نیم لیتر استفاده کنند. در رفت ملاقات اینچنین گفته شد که انسان برای سالم و بردم گشتن باید هر سحر و بیگاه به ورزش مشغول شود. دوامی روز تا 30-40 دقیقه تبسم کند. بیگاه باید با اهل عائله تا نیم ساعت تحت موسیقی فارم رقص کند. این عامل‌ها برای سالم گشتن و از بیماری‌های گوناگون حفظ کردن مساعدت می‌کند. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.